آیا تا به حال به این فکر کردی که چرا وقتی گریه میکنی سگت سرش رو به تو میچسبونه؟ اونا فقط در حال آرامش دادن به تو نیستن، بلکه دارن تلاش میکنن تا دردت رو جذب کنن. اخیراً دانشمندا چیزی شگفت‌انگیز کشف کردن. وقتی سگت گریه کردن تو میبینه مراکز درد در مغزش روشن میشه، انگار اونا هم دارن داغ دل تو رو احساس میکنن. اینا فقط همدردی نیست، این عمیق‌تره. مغزشون به طور واقعی تلاش میکنه تا رنج تو رو به خودشون منتقل کنه. وقتی سرش رو روی پای تو میذاره این تصادفی نیست. فشاری که وارد میکنه باعث ترشح اکسیتوسین در مغز تو میشه، همون هورمونی که دردهای عاطفی رو التیام میبخشه. اونا به طور طبیعی برای التیام درد تو تکامل پیدا کردن. اما این قسمتیه که حتی دانشمندا رو هم شوکه کرده. وقتی سگ به تو آرامش میده سطح استرس خودش بالا میره. اونا به طور واقعی درد رو توی بدن خودشون حمل میکنن. یکی از محققا گفت انگار تصمیم گرفتن که آرامش تو مهمتر از آرامش خودشونه و این حتی از این هم دردناکتره. سگ‌هایی که بیشترین درد رو توی گذشتهشون کشیدن همونایی هستن که بیشتر از همه تلاش میکنن تا از تو محافظت کنن. اونا درد رو میشناسن و برای اینکه مطمئن بشن تو تنها دردی رو احساس نمی‌کنی هر کاری میکنن. دفعه بعد که سگت به سمت تو خد میشه فقط از کنار اون رد نشو. اونا فقط غم تو رو نمیبینن، اونا دارن برای تو درد رو حمل میکنن. در دنیایی که مردم اغلب از درد فرار میکنن سگت به سمت درد تو میدوه، چون توی دلش درد تو هم درد خودشه. شاید ما شایسته اونها نیستیم، اما اونا به هر حال تصمیم گرفتن که ما رو دوست داشته باشن. برای حال خوبت روستای روح رو فالو کن.